من تارا هستم. 6 ساله که به کانادا اومدم. از ایران مهاجرت کردم. وقتی که به YWCA مراجعه کردم خیلی سوال ازشون داشتم. اطلاعات زیادی نیاز داشتم در زمینه‌ای که چجوری کار پیدا کنم، چجوری مهارت‌هامو به اصطلاح بیشتر کنم، زبانمو کجا تقویت کنم. قبل از اینکه با این پروگرام آشنا بشم واقعا مشکلات زیادی داشتم، به خاطری که یه سری اطلاعات رو دنبالش میگشتم و پیدا نمی‌کردم. خیلی سردرگم بودم واقعا. راههای بیراهه میرفتم، وقتمو انگار هدر داده بودم. جوین شدم با زوم، با برنامه اکسس. حس خیلی خوبی داشتم که یه نفر علیرغمی که در کنار این که به من کمک میکنه فارسی زبانم هست، زبان منو میفهمه، درد منو میفهمه، با من میتونه همراهی و همدلی کنه. وقتی که توانمندی های خودم رو پیدا کنم، بهش برسم و خودم رو باور داشته باشم و خودم رو دوست داشته باشم، قطعا میتونم موفق باشم برای اینکه برای به دیگران خدمت کنم و دیگران رو دوست داشته باشم. این پروگرام رو که شروع کردم اواسطش متوجه شدم که چقدر توانمندی داشتم که هرگز بهش فکر نمی کردم. اعتماد به نفسی که پایین بود و داشت بالاتر می اومد، چون خودم رو باور کردم. دوست دارم همراهی کردن با مردم، همدلی کردن و کمک به مردم. دوست دارم توی یک ارگانی کار پیدا کنم که به مردم بتونم کمک کنم، به مهاجرا بتونم کمک کنم. قطعاً با اطلاعاتی که کسب کردم مطمئناً سال دیگه همین موقع من به هدفم خواهم رسید. در راستای اون هم به هدف قلبیم رسیده باشم که کمک به مردمه و هم که یه جاب خوب داشته باشم. 100% توصیه میکنم به پروگرام اکسس بپیوندن. خیلی کارساز خواهد بود براشون. یک سوالات، یه چیزای مبهمی که تو ذهنشونه یا راهی که دارن یه اشتباه میرن، میتونه اونو تصحیح کنه این پروگرام اکسس.